مت کنه مرحوم های بهلول میشناسیم، اونایی که حالا 7-10 سال پیشم تو ذهنشون هست. خیلی آدم بزرگواری بودیم، بزرگوار که 100 خورده سال عمر کرده بود، از کسایی بود که تو قضیه مسجد گوهرشاد و رضا شاه و اینا بساط بود و بعدم انقلاب اسلامی رو پیش بینی کرد و بعدم تو بحث انقلاب خط اول بود و اومد و پای کار بود. و زمان حضرت امام من به گوش خودم از ایشون شنیدم که ادامه بحث رحلت امام و بعدش هم پیش بینی کرد که چه اتفاقاتی میفته و چی میشه و همه رو گفته بود. جنگ ایران عراق و من با یه واسطه با پیش بینی کرد. یه صحبتی مثلا ایشون کرد که من کلا این صحبت از ذهنم رفته و بیرون از خودش شنیدم. چند روز پیش یک از دوستان قدیمی یادآوری کردن تا من شنیدم، من یادم من شنیدم زمان حافظ اسد، این طلاس وزیر دفاع حافظ اسد بود. این صحبتی که میگم فقط برای اینکه حالا یه همه حرف داریم داد زدیم یا آرامشی هم راجع به قضیه امام زمان و مهدی موعود داشته باشیم. این طلاسه که الان رهبر مخالفان سوریه است، وزیر دفاع حافظ اسد بود. بعد توی جمع دانشجویشون رک گفت آقا از علائم ظهور امام زمان، گفت سفیانی، قطعی سفیانیه. این خصوصیات که افسر عرب میجنگه تو شام. گفتیم خب آقا فکر میکنی کی بیاد؟ گفت همین بی پدر مادر طلاس وزیر دفاع حافظ اسده. به همین رکی گفت. حالا که اون زمانی که ما با حافظ اسد دوستیم و رفیقیم و ایران بود و بساط بود و طلاسه تو جبهه ما بود که کلی بچه ها اونجا اعتراض کنه که آقا نگو بابا موضع ضعیف میشه سوریه الان تو جبهه ما، چرا فوش میدی به طلاس؟ الان میشنون میگن اینجوری. گفت این پدر مادر طلاس سفیانیه. من اینو چند وقت پیش دوباره یاد اومد دوباره رفت. خیلی مژده بزرگیه. من یه چیزو خواستم بگم، اینو می‌خواستم بگم که در حوادث آخر الزمان میفهمن برخی از مؤمنین بازی میخورند و انقدر این بازی ساده هست که این مؤمنین نمیتوانند بعد از ظهور امام زمان توجیه کنند مهدی فاطمه را که چرا من تو لشکر دشمن بودم. مثلا امروز یه عده میرن تو جبهه مخالف سوریه قرار میگیرن، بعد نگاه میکنید تهش برمیگرده اینا با حوادث انتخابات 88 ایران برمیگرده. آقا چه ربطی داره؟ بعد میگه آقا چرا این بازی ساده است؟ متن روایت این چقدر قشنگ جور میشه. برای اینکه آقا وقتی امام زمان بیاد بگه تو چرا اونوری، خب نمیتونه توجیه کنه، چون امام زمان بهش میگه خب مرد حسابی اسرائیل اونور بود، آمریکا اونور بود، تو نتونستی تشخیص بدی نباید اونور واسطی. هر چی میخواد باشه سوریه، تو نباید اونور وایستادی. اسرائیل اونور بود دیگه. مگه بیشتر از اینه پیغمبر با یهودیا بیعت میکرد، صلح میکردن، گفت آقا با هم میجنگیم، پیمان مشترک. پیغمبر و یهود مثلا پیغمبر و مسیحا پیمان مشترک، بلای دشمن مشترک، میمدن میجنگیدن. به مسیحیان نجدان گفت آقا ما میزنیم به این قسمت روم، شما از اون ور بزنید، پیمان مشترک با مسیحیا. یعنی قبولش داره؟ سوریه تو جبهه ما، هر چی میخواد باشه، اصلا ملحد این وره. بعد میگه آقا اینو میخواد بگه، میگه در آخر زمان اینقدر بد بعد از مؤمنین بازی میخورن، بعد از ظهور نمیتونن توجیه کنن. امام زمان با خنده میگه طرفی کنار اسرائیل داره بر علیه سوریه تبلیغات میکنه، من اسرائیل چی داری میگی تو؟ خیلی برادر خواهران، علمای ما امیدوارن به اینکه این حوادث آخر از زمان باشه. مواظب باشید. چشم و گوشتو ببند. فقط چشمت به نهج البلاغه باشه کافیه. نگو نهج البلاغه 1400 سال پیش بوده. شب شهادت امیرالمومنین تعهد کن. امیرالمومنین راه رو روشن کرده. ربطی به انقلاب اسلام ایران نداره که. در تاریخ روشن کرده. خصوصیات جبهه پیروان حق رو گفته، خصوصیات باطل رو گفته. وقتی دوستان من میگه که امشب نمیدونم کدوم حسینیه برم، هر جا برم بهم توهین میشه، بهش میگم تو کدوم جبهه‌ای که یک حسینیه نمیتونی برای شب قدرت انتخاب کنی؟ تو کدوم جبهه‌ای؟ چی کار کردی با خودت؟
مگه میشه بچه مسلمون باشه بگه کل مساجد بر علیه اسلام، من فقط مسلمونم با بالاترین و BBC و توییتر و فیسبوک؟ مگه میشه؟ مگه میشه اصلا؟ برادر و خواهر آخر از زمان مواظب باش کدوم ور واسطادی. گور بابای تمام جناح‌های سیاسی. تو مواظب باش تو جبهه اسلام باشی. مواظب باش کدوم ور واسطادی. نگو آقا من با این قسمت فلان، این قسمت اون قسمت نداره. وقتی تو پازل دشمن قرار گرفتی باید تا تهش رو بری. یعنی باید با اونا فحش بدی به امام، بعد با اونا فحش بدی به پیغمبر، بعد با اونا فحش بدی به اسلام. کلمه اسلام شیطانی رو من خواهشم اینه برادرها خواهرها برن تو اینترنت سرچ کنن. بریم تو اینترنت کلمه اسلام شیطانی سرچ کنید. ببینید مثلا الان من صحبت ما کردیم اسلام شیطانی چه منابعی داریم. برید ببینید چی گفتن همین آدما تو اون پازر برای اسلام و برای پیغمبر و اسلام شیطانی. هر چی از دارن این چیزا که من خدمتتون گفتم میگن اسلام مظهر شیطانه. مواظب باش تو کدوم پازل قرار میگیری. خدا انشاءالله تو این آخر زمان همه ما رو بگو آمین، همه ما رو از بلاهای آخر زمان انشاءالله خدا حفظ کن. به حق امیرالمومنین خدایا در آخر زمان حق را روشن‌تر از همیشه قرار بده. خدا اگر ما احیانا منحرفیم، اگر بنده منافقم، اگر بنده مشکل دارم، خدا به ما راه راست را بنده شما هر کسی راه راست را نشان بده.